اینو چی میگیم؟ استکان کمرباریک. استکان. ایست تی کان. ایست یعنی شرقی، تی یعنی چای، کان یعنی ظرف. ظرف چای شرقی به انگلیسی میشه استکان. اون چیزی که من پرسیدم ما به این چی میگیم؟ بله، ایست تی کان. خب اونی که من پرسیدم به این چی میگیم ایرانیشه که جمع ایرانی خیلی باهاش آشناست. حالا یا توش چای میخوریم یا چیز دیگه. ما به این میگیم فنجون. حالا توی یه برنامه دیگه گفتم که فنجون دسته داره توپل‌تره. این تصور ماست، تصور درستی نیستش. ببینید هر چیزی که توی پنجه دست جا میشه، هر ظرفی که تو پنجه دست جا میشه میشه پنگ. پنگ یعنی پنجه. پنگون یعنی چیزی که تو پنجه جا میشه. اگه از پنجه بزرگتر شد دیگه اون فنجان نیست دیگه، پنگان نیست. پنگان که پ میشه ف، گ میشه ج، میشه فنجان، فنجان. میخوام امشب ببینیم چرا این باید کمرباریک باشه. چرا باید کمرش باریک باشه؟ آره اینجا رو ببینید اینو اگر شما آرام آرام بنوشید، ببینید اگر آرام بنوشید، ببینید زمستون رفت و توپالا رو ببینید. چه جالب. این تمدنه، این تمدنه، این 7000 سال دانشه، این ترشی تمدنه. یعنی تمدن باید بگذره تا جا بیفته. با 100 سال 200 سال نمیشه تمدن ساخت. و ما خیلی ساده اینا رو چون کم توجهی میکنیم تلاش پدران و مادرانمون رو در تمام این هزارها فراموش میکنیم.